خب سلام علیکم بچه ها. این درس چهارمی ما میشود نصیب کرده باشه درباره اکسس. در این درس ما باز یک فونکسیای اساسی اکسل رو در اینجا موارد استفاده میبریم که در کار ما بسیار به ما کمک میرساند. از سبب برنامه کم کم میچسباند. ما میگذاریم به تبلیت. چقدر که بچه ها شما در تیر دارین ما داشتیم مثال نام های کتاب ها، مؤلف کتاب ها، سال براریش و دیگر در اینجا بود. اما از همه چیز اینجا رمز کتاب بود که ما در اینجا داشتیم، یعنی تکرار نشونده. ما در این درس درباره این تکرار نشونده سخن میرونیم و هر حال در مثال میگیم مکتب میتواند که 1000 2000 100 200 دانه یعنی چی باشد؟ یک کتابی تاریخ خلق تاجیک باشد صنفی 9. اما در این یک با یک آدم میتواند اگر مثال آدم ها را بگیریم با یک آدم میتواند که 10 15 کتاب رسد. یک فامیل یعنی تکرار با تکرار آمدن میگیرد و سالی برایش کتاب دیگر چیزها. اما در اینجا تنها چیزی که تکرار با تکرار نمیآید این چیست؟ همین سالی براری، همین رمزی کتاب است که از طرف کتابخانه داده می شود. یعنی رفت و یگان بچه که کتاب رو گیرد و در وقتی آورده سپردن به کتابخانه چی مثال میگیریم با یگان سبب کتاب دیگر رو کتاب رو آورده سپریده می شود. ما از اینجا میتونیم که از روی چی همین رمز کتاب به قید بگیریم. نام فامیل این شخص که در اینجا نویسنده می شود. رمز کتاب رو ما چی میکنیم؟ در اینجا تکرار نشونده میگذاریم. وقتی که رمز کتاب تکرار نشونده که شد علاکه همان شخصی که رمز کتاب رو وارد کردنی است دیگر او نمیتواند که همین رمز رو دوبار وارد کند. مثال میگیریم ما داریم 100 ما در قسمت پایانی ما داریم مثال 100 میگیریم باز یک کتاب دیگر علاوه میکنیم بچه ها. مثال زبان روسی بود ما در اینجا خب تربیه جسمانی رو علاوه میکنیم. تربیه زمان رو تاجیک میکنیم. تربیه جسمانی این هم باقی با افترش میمونه. مثال میگیم خیلی افتر خب در اینجا سال براریش این هم 2023. مثال میگیریم در اینجا ما مینویسیم 100. علاقه شما چقدر که میبینید در اینجا 2 تا 100 شد هم در قسمت بالایی هم در قسمت پایانی. علاقه این با کتابخانه چی میگیم این علاقه خطا میشود برای که با یک کتاب 2 رمز باید توغری نگیرد. خب و خب رقم تلفن مثال علاقه این چی شد؟ خطاگی شد. برای همین موازیر یک کار را از اول دیده میبریم برای این کمتر وقت رو میگیرد. مثال ما 2 تا 100 داریم. اکنون میگذاریم به قسمتی کارکرد یعنی رژیم. از اینجا رژیم کنسترکتور دا وارد میشویم. این اینجا ما رمز کتاب رو پخش میکنیم. با این اهمیت دید بچه وقتی که به رمز کتاب پخش کردیم در قسمت پایانی هست شما برای اینجا نگاه کنید ایندکسیرованные поле و همین ایندکسیرованные поле ما برای اون پخش میکنیم. در اینجا قسمتی از امکانیت های اون در اینجا هست 2 نمود در داخل قوس допускается совпадение یعنی بله تغییرات یک خیلی ها اجازت داده می شود. باز هست در совпадение не допускается یعنی یک خیلی ها اجازت داده نمی شود. ما در همینجا یعنی اجازت نمی شود رو انتخاب میکنیم.
و فایل خود را سخرانید میکنیم. بازی در اینجا یک خطاگی پیشکش کرده می شود، نمونه با دقت باشید. شاید که در اینجا خطاگی شد. در خطاگی چی میگه؟ میگه که неудалость внести изменения из-за повторяющихся значений в индексе. در این خطاگی میگه که از رقم هایی که دوباره تکرار آمدگیان با همون سبب ما این عمل رو اجرا کردن نتوانستیم. یعنی حجت شما علاقه چی است؟ وایران است. ما اوکی رو پخش میکنیم. برای این میگه همینجا رو پخش کنید و معلومات های دیگر رو اویدی همون بینید کن در کدام حالت این خطاگی رخ میدهد. ما میگوییم بله. انا اکنون برمیگردیم به همون تابلیت اساسیمون، رژیم تابلیت زده. بله اسنچل نیاب خودمون ساختیم. بله نمیشود. باز یک بار دیگر از اینجا این رو باز برگردونده به نت میمونیم. باز یک بار دیگر با سخنتی رو پخش میکنیم. خب همین رقم 100 رو ما میگیریم تغییر میدهیم، یعنی 107 میمونیم. وقتی که 107 موندیم، خب اگر با دقت باشید شما این خیلی رقم های دیگرگون هم آماده باشد صفر یعنی 0 در همین چند یک تا یا دو تا صفر هم باشد این رو خطاگی میرسود. ما این رو سخنید میکنیم. برمیگردیم به رژیم کنسترکتور. از اینجا اکنون میگیریم به نت میمونیم. از اینجا میگیریم به ده صفحه اجرا میکنیم و تونگاچ های سخرانیت رو پخش میکنیم. علاقه سخرانیت شد به یگان خطاگی. برمیگردیم به رژیم تابلیت. یعنی اکنون ما از پایان این مثال میگیریم. باز یک کتاب دیگر اضافه میکنیم. بیولوژی. خب و این اشام همون یک رقم کرد تا آخر روند. در اینجا 2023. خب در اینجا اوسط این اشام مثال میگیریم 105 مینویسیم. حالا اینکه ما در قسمت بالایی 105 داریم. اگر برنامه ما درست کار کرده استفاده باشد حاضر با ما باید خطاگی اعلام کند. ما میگذاریم در اینجا می نویسیم. خب نقطه خب در اینجا مثال میگیریم باز همون رقم یگان رقم رو وارد میکنیم و از و قسمت دیگری میگذاریم. علاقه چقدر که شما میبینید میگوید که ما دیگرگون کردن نمیتونیم از سببی که در یک قطار اینجا یک خطاگی چی شده است؟ علاقه وارد شده است. ما میگیم بله. انا این رو میگیریم 105 نیو منیتونیم 108 و چهل که میبینیم برنامه با پروگی قبول میکنند. یعنی با همین گونه خطاگی ها ما میتونیم که پیشگیری کنیم از کتاب ها را تکرارا نویساندن یا یگان رقم آن را خطا نویساندن که این بود درس های چی؟ کتاب ساختاری. در درس های آینده نصیب باشد باز دیگر نمود یعنی بعضا را ساخته نشده و شما میفهمونید. شخصانی که با کتاب داری مشغول میتونم چنین گونه بعضا ها را تیار نموید و چی شوند کار خود را آسان کنند. در درس نوعاتی نصیب کرده باشد طرز پیچت این را با پرینتر می‌آموزانیم. خدا خواسته باشد چند اصول های پیچت که است ساده کرده میفهمونید. سربلند خانه باد باشید.